25 سال پیش 8 سالم بود، دایی می‌خواست ما رو ببره جایی، من جا نشدم تو ماشین. گفت من موتور دارم، هیچ وقت یادم نمیره من موتور میترسیدم، وحشت میکردم، برای اولین بار موتور سوار شدم. گفت نترس، به من اعتماد کن. وقتی سوار موتور شدی سرتو بچسبون پشتم، چشتم ببند، منو محکم بگیر، 10 دقیقه بعد چشتو باز کن. رسیدیم. من این کارو کردم. صداها رو میشنیدم وقتی که داشتیم میرفتیم، ولی جرأتی باز نکردم چشمو باز کنم. وقتی رسیدیم دیدم بله دایی منو آورد، به سلامتم رسیدیم. با خودم میگم اون موقع به داییت اعتماد کردی، هنوز به خدا اعتماد نداری؟ زندگیت مثل یه موتوریه، فرمونش دست خداست و جلو نشسته، بنزینش هم خودش ریخته. به تو میگه نمیخواد کاری بکنی، نمیخواد فرمون دستت بگیری، نمیخواد بنزین پر کنی، فقط یه کاری بکن، منو محکم بگیر، میبرمت، از همه جام ردت میکنم، تو فقط چشاتو ببند. قهر کردی که فرار کردی که چی؟ تقصیر ما هم نیستا. انقدر به بعضی خدا رو بد معرفی کردن، آتیش میزنه، سوس میکنه، سوسوار میکنه. به خود خدا قسم تهمت این حرفا. مهربونتر از خدا کسی نیست.